بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. یاران صاحب دل، بزم امروز ما هم به مهر شما گرم و رنگین است و سخنوران، هنرمندان و گویندگان برانند که به مدد طبع فیاض و سرانگشت نوازشگر باشد که صاحبان احساس لطیف را دلپسند افتد و وجود این بزم بتواند بر دلها صفا بخشد و گرد ملال از خاطرها بزداید. شاعران این هفته عبارتند از آقایان سعید نیاز کرمانی و اسماعیل روزبه که عنوان شعری ایشان یا به عبارت دیگر تخلص ایشان فرید است و اگر اجازه بفرمایید و فرصتی باشد بنده هم قطعه شعری در پایان برنامه خواهم خواند. هنرمندانی که در این بزم نغمه پردازی خواهند کرد عبارتند از آقایان گلپایگانی، فرهنگ شریف، اسدالله ملک، منصور سارمی و محمد اسماعیلی. گویندگان خانم فرخنده و آقای رضایان خواهند بود. تهیه برنامه را هم طبق معمول آقای عبدالحسین فهیم عهدهدار هستند. حالا قبل از هر گونه صحبت من میخوام از آقای ملک خواهش بکنم که یه قطعه کوتاه گرمی بنوازند تا با حال بیشتر برویم بر سر برنامه. خیلی متشکرم آقای ملک. قبل از اینکه از آقای نیاز خواهش بکنیم که کارشون شروع بفرمایند باید عرض بکنم همونطور که اطلاع دارید در 2 هفته پیش بین آقای شهرآشوب و آقای بهادر یگانه مسابقه‌ای با کلمات تعیین شده که شنیدید ترتیب داده شد و
بنا شد بعداً به داوری چند شاعر برنده رو معرفی کنیم. با داوری که چند شاعر کردند، رباعی اول رو از آقای یگانه فصیح‌تر و دلپذیرتر دانستند و در رباعی دوم آقای شهرآشوب را برنده شناختند. بدین ترتیب یک رباعی از آقای یگانه بهتر بود، یک رباعی از آقای شهرآشوب، و هر دو رو مساوی اعلام کردند و بدین وسیله به هر یک از آقایون جایزه تقدیم خواهیم کرد. خب آقای نیاز، اهل کرمان هستید و یک قصه کرمانی بفرمایید و یک حرفی بزنید و بعد برید به شعر. من دیگه بفرمایید شعر میخونم، چون کار نثری ندارید شما؟ کار نثری. بله. دفترچه شعرتون در آوردید آقا؟ بله. خب پس 2 قطعه شعر برای شما پیش بینی میکنیم. بله. یکشو خودتون بفرمایید. بله. یکشم لطف فرمایید که خانم فرخنده زحمتشو بکشند و بیان بفرمایید. چشم. بله. یه غزلی هست که خودم عرض میکنم الان. که خودتون ساختید؟ بله. من عرض میکنم الان. بله. به گردش آر صراحی که امشب او اینجاست، به رغم مدعیون یار ماهرو اینجاست. بیار باده گلرنگ ساقیا که امشب نگار لاله عذار بنفشه مو اینجاست. مرا به دل ز غم روز هجر بیمی نیست، از آن که خانه امید و آرزو اینجا. از آن که خانه امید و آرزو اینجاست. برای بوسه خدا آفرید روی تو را، مرا ز بوسه مکن من گفتگو اینجاست. به شانه زلف تو الفت گرفت و گفت به دل، هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست. یک امشبی که و اینجاست ای نسیم سحر، خدای را به رقیبان دون مگو اینجاست. شب وصال نیازا خوش است راز و نیاز، به جان دوست نه بیگانه نی عدو اینجاست. بسیار. یک غزلی ملک الشعرا بهار داره که همین مصرع هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست رو تضمین کرده. بهار پرده مویین حجاب عفت نیست، هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست. خب خانم فرخنده. بله. آقای سارمی شما آماده هستید؟ خب منتظریم آقای سارمی سرکار خانم فرخنده رو همراهی کنید. خدای عشق فرستاده بود پیش منش، که داد خود بستانم به بوسه از دهنش. سبک چو بوی گل آمد شبی به خلوت من، پری رخی که ز جان آفریده اند تنش. بسیار بسیار بسیار. چنان که موج زند می به جام می لغزید، چنان که موج زند می به جام می لغزید، درون جامه آبی سپیدگون بدنش. بسیار بسیار لطیف. دمی به شانه من سر نهاد از سر مهر، چه خوش به دوش من آویخت زلف پرشکنش. زبان خموش ولی بود گرم راز و نیاز، نگاه خسته من با نگاه پرسخنش.
بسیار بسیار. ز غنچه لب او بود گرم گل چیدن، ز غنچه لب او بود گرم گل چیدن، لب پیاله به گاه شراب خواستنش. گرفت جام ندانسته بوسه ای از او، گرفت جام ندانسته بوسه ای از او، کنون دوباره ندانسته میدهد به منش. به مهر و ماه نیازی نبود دوش که او، فروغ مهر تراود ز چاک پیرهنش. آفرین آفرین آفرین. البته همش لطیف بود، یه بیتش خیلی خیلی لطیف بود. گرفت جام ندانسته بوسه ای از او، کنون دوباره ندانسته میدهد به من. باید بدونن شنوندگان که مصرع دوم بیت اول یعنی مطلع تضمینی بود از سعدی که سعدی دارد رها نمی کند ایام در کنار منش، که داد خود بستانم به بوسه از دهنش. و آقای نیاز گفتن خدای عشق فرستاده بود پیش منش، که داد خود بستانم به بوسه از دهنش. به هر حال همه غزل لطیف بود. آقای رضاییان، حالا نوبت شماست که قطعه شعری تقدیمتون بکنم از شعرای غیر پارسی زبان. عرضم به حضورتون شعری هست از گوته، شاعر آلمانی که نسبت به شاعر فناناپذیر ایران حافظ عرض ادب کرد. خواهش میکنم شما این قطعه شعر رو بخونید تا شنوندگان بدانند که حافظ نه تنها در کشورهای پارسی زبان بر قله شعر و ادب جای داره، بلکه در کشورهای دیگر هم آنچنان عظمت داره که شاعری چون گوته این طور به تعظیم و تکریم او پرداخته. البته قبل از اینکه شروع بفرمایید باید عرض بکنم که این قطعه رو آقای شجاع الدین شفا ترجمه کردن. بله. خب حالا من آمادم آقای سوالی. خواهش با میکنم. کمال افتخار. ای حافظ بزرگ، تو خود بهتر از من میدانی که چگونه ما همه از خاک تا افلاک در بند هوس اسیریم. مگر نه عشق نخست غم می آورد و آنگاه نشاط می بخشد، و اگر هم کسی در نیمه راه آن از پای در افتد، دیگران از رفتن نمی ایستند تا راه را به پایان برند. پس ای استاد مرا ببخش، مرا ببخش اگر در رهگذاری دل در پای سروی خرامان می نهم که به ناز پا بر زمین می گذارد و نفسش چون باد شرق جان مشتاق را نوازش می دهد. حافظا بگذار لحظه‌ای در بزم عشق تو بنشینم، تا در آن هنگام که حلقه های زلف پرشکن دلدار را از هم می گشایی و به دست نسیم یغماگر می سپاری، پیشانی درخشانش را چون تو با دیدگان ستایشگر بنگرم و از این دیدار آینه دل را صفا بخشم. آنگاه مستانه گوش به غزلی دهم که تو با شوق و حال در وصف یار می سرایی و با این غزل سرایی روح شیفته خیش را نوازش می دهی. سپس ای استاد تو را بنگرم که در آن لحظه که مرغ روحت در آسمان اشتیاق به پرواز می آید، ساقی را فرا می خوانی تا به شتاب می ارغوانی در جامت ریزد و یک بار و دو بار سیرابت کند و خود بی صبرانه در انتظار آن ماند که هنگامی که باده گل رنگ زنگ اندیشه از آینه دلت بزداید،
کلامی پندآمیز بگویی تا وی با گوش دل بشنود و به جانش بپذیرد. آنگاه نیست که در عالم بیخودی ره به دنیای اسرار میبری و خبر از جلوه ذات میگیری تا را ببینم که رندانه گوشه از پرده راز را بالا میزنی تا اندکی از سر نهان از پرده بیرون افتد. ای حافظ، ای حامی بزرگوار، ما همه به دنبال تو روانیم تا ما را با نغمه های دلپذیرت در نشیب و فراز زندگی رهبری کنی و از وادی خطر به سوی سرمنزل سعادت بری. حافظا، خود را با تو برابر نهادن جز نشان دیوانگی نیست. تو آن کشتی هستی که مغرورانه باد در بادبان افکنده سینه دریا را می شکافد و پا بر سر امواج می نهد و من آن تخت پارم که بیخردانه سیلی خور اقیانوسم. در دل سخن شورانگیز تو گاه موجی از پس موج دیگر میزاید و گاه دریایی از آتش تلاطم میکند. اما مرا این دریای آتشین در کام خیش میکشد و فرو میبرد. با این همه هنوز در خود جرأتی اندک میابم که خیش را مریدی از مریدان تو شمارم، زیرا من نیز چون تو در سرزمینی غرق نور زندگی کردم و عشق ورزیدم. خیلی متشکرم آقای رضاییان. بله، حالا دیگه نوبت ساز است و آواز و بنده دیگه عرض باید بکنم که این میکروفون و این هم سرانگشت نوازشگر آقای شریف و آوای گرم آقای گلپایگانی. خواهش میکنم.
بود سوزی در آنگه خدایا تو میدانی چه دلتنگم خدایا دگر تاب پریشانی ندارم، نه از آهن نه از سنگم خدایا خدایا سینه آتش فشان
خدایا سینه‌ام آتش فشان است، ز هجران بر دلم صدها نشان است. دلم دارم هوای نازنی که میدانم دلش با دیگران، که میدانم دلش با دیگران.
خب بسیار بسیار لذت بردیم آقای گلپایگانی و آقای شریف. هم خوب خواندید و هم خوب نواختید و حالی کردید. آقای روزبه، حالا روزبهی ما از شماست که باید ببینیم که امروزمون با شعر شما از دیروز باید بهتر بشه دیگه. بله. اسکرام اگه اجازه بفرمایید من یک غزل به نام سایه گل میخونم. شما اهل کجا هستید آقای روزبه؟ اهل خوی هستم. چون غزل فرمودید نه ترکان فارسی گوی بخشندگان عمرن. لطف دارید. اسکرام یک غزل به نام سایه گل خودم میخونم و غزل دیگر است به نام رقص آتش از دوست عزیزمون آقای رضاییان. خواهش میکنم. رقص آتش. بله بله. ما صفحه یعنی ترانه رقص آتش رو شنیدیم، اما حالا شعر شما چه رقصی به پا کرده باشه و چه آتشی برانگیخته باشه نمیدونم. حالا اولیش بس بفرمایید. اولیش چیه؟ رقص چیه؟ سایه گل. سایه گل. سایه گل رقص آتش. چه تضاد عجیبی هم هست. بفرمایید خواهش می‌کنم. بینمون سرو روان بر سر راهی گاهی، میکشم از دل حسرت زده آهی گاهی. از چه گویند که مه جز به فلک نتوان دید، دیدم روی زمین طلعت ماهی گاهی. چشم او کرده سیه روزم، یا رب چه شود نظر افتد به من از چشم سیاهی گاهی. دل ربودی به نگاهی و شکستی، ای دوست شاد کن این دل غمگین به نگاهی گاهی. مگر این نکته ندانی که به گلزار وجود میرسد سایه گل هم به گیاهی گاهی. کهربایی که تو باشی چه غم از زردی روی، به شمار آر مرا هم پر کاهی گاهی. گندم خال تو هم رهزن دین شد، نه عجب گر زنم راه جنان را به گناهی گاهی. جز در آغوش تو راحت نبود بهر فرید، بده ای دوست به این خسته پناهی گاهی. بله همطور که عرض شد آقای روزبه تخلص شعرشون فرید هست. خب آقای شریف شما بیکار ننشینید، اول یک قطعه کوتاهی بنوازید و کم کم سازتون رو ببرید زیر صدای رضاییان که قطعه دوم آقای روزبه رو کنه. بله.
گر نیست از روی جفا دامن ز من برچیدنت، از چیست ای نامهربان بر اشک من خندیدنت؟ 100 بار گفتم جان من با مدعی کمتر نشین، فریاد از آن بنشستن و این حرف من نشنیدنت. 100 بار گفتم جان من با مدعی کمتر نشین، فریاد از آن بنشستن و این حرف من نشنیدنت. آتش ندیدم این چنین، آتش ندیدم این چنین رقصان به گرد خویشتن، هنگامه برپا می کند آن روی پا لغزیدنت. دل می برد جان می دهد، جان می دهد دل می برد، این ناز بیجا کردن و آن زیر لب خندیدنت. باور مکن دست طلب از دامنت کوته کنم، باور مکن دست طلب از دامنت کوته کنم، چندان که خواهی ناز کن نازم بر آن نازیدنت. هر کار میخواهی بکن ای گل ز من دوری مکن، طاقت ندارم پیش از این در دست گلچین دیدنت. هر کار میخواهی بکن، هر کار میخواهی بکن ای گل ز من دوری مکن، طاقت ندارم بیش از این در دست گلچین دیدنت. می چیست تا پیش لبت مستی فزاید بر فرید، یک عمر مدهوشم کند ای نوش لب نوشیدنت. آفرین آفرین. خیلی خیلی غزل خوبی بود آقای فرید، بسیار بسیار لطیف و گرم و اون رقص آتش هم، اون آتش پاره‌ای که رقصیده و در نظر شما لطف داشته بسیار خوب توصیف کردید. آتش ندیدم این چنین رقصان به گرد خویشتن، هنگامه برپا می کند آن روی پا لغزیدن. بسیار بسیار خوب. خب حالا قبل از شروع شعر دیگه خواهش می‌کنم که آقای سارمی یکی دو دقیقه با اون سنتورشون و هنر ارزنده‌شون قطعی بنوازن تا ببینیم چی میشه.
آفرین. خیلی متشکرم آقای سارمی. خب آقای ملک، بنده میخوام با اجازه شنوندگان عزیز و دوستان ارجمند قطعه شعری بخونم و شما بنده رو مدد بفرمایید و با ویولنتون تا حالی پیدا بکنیم و بریم بر سر شعر. تو دیروز بر چشم من چشم بستی، به صد ناز در دیده من نشستی. مرا با دو چشمی که آتش فشان بود، نگه کردی و خنده بر لب شکستی. ز چشم سیه مست نازآفرینت، به جان و تنم مستی خواب می‌ریخت. چو بر ماه رویت نظر می‌گشودم، به شام دلم موج مهتاب می‌ریخت. چو لبخند روی لبت موج می‌زد، دل من در آن لحظه طوفان سرا بود. چو نسرین اندام تو تاب می‌خورد، مرا حیرت از شاهکار خدا بود. پی نوشخندی چو لب می‌گشودی، پی نوشخندی چو لب می‌گشودی، به دندان تو بود لطف سپیده. تو گویی که الماس دندان نما بود، و یا اشک مهتاب بر گل چکیده. پی نوشخندی چو لب می‌گشودی، به دندان تو بود لطف سپیده. تو گویی که الماس دندان نما بود، و یا اشک مهتاب بر گل چکیده.
بسی رفت و بی مستی عشق بودم، به چشمت قسم مستی از سر گرفتم. تو دیشب نبودی، خیالت گواه است، که او را به جای تو در بر گرفتم. پس از این دلم بی تو چون گور سرد است، بیا بخت من شو در آغوش من باش. مرو، بی تو شبهای من بی ستاره است، تو پروین شبهای خاموش من باش. شنوندگان صاحب دل، بدینجا دفتر بزم را می‌بندیم و برای شما دل خوش و بخت پیروز آرزو می‌کنیم. دلتان شاد و خانه بختتان آباد